سلام عزیزان، وقت بخیر. میخوام از سنگ کلکسیونی خودم که عرض به خدمت تا حالا چندین بار شده که خواستم بفروشم ولی نفروختم، کلکسیونش کردم. این شهاب سنگ حالا به نظر کم میاد ولی در واقع این حالا گرمی 927 تا 28 و بزرگترین کربونادوی، یعنی از شهاب سنگی دیگه کربونادو شده، یه شهاب سنگی ساده نیست. کربونادو یعنی 4635 تا 40 گیراته. بزرگترین و زیباترین کربونادوی دنیا با ظاهر شگفت انگیز. ببینید مصورم هست. حالا اینجا میخوام یه تستی رو نشونتون بدم. ببینید پیش گوشتی سختیش از معمولا از چاقوها بیشتره. ببینید تست اینه. اولا عزیزان ببینید روی سنگ آسیبی نمیرسونه، نبایدم برسونه، آسیب نمیرسونه، ولی بحث ما اینجاست. ببینید این حالت رو که میبینید، ببینید با یک دست راحت از بین رفت. اینی که روش نموند این مهمه. ببینید حتی کوارتز رو هم تست میکنیم. کوارتز این نزدیکتر، ببینید کوارتز با اینکه هفت ولی نمیتونه روش، خودش نابود میشه ولی روش نمیتونه آسیبی بزنه. ببینید هیچ آسیبی نتونسته بزنه. ببینید راحت از بین میره. راحت از بین میره. راحت. اینجا هم فکر کنم مال خود سنگه. راحت از بین میره. این سنگ به یک جاش هم یه جوهر کوچیک خورده. عزیزان به خاطر گرمای گوش فکر کنم نور گوشی رفت یا هنوز هست. با سختی چجوری بگم، یه پوسته بسیار نازکی داره، بسیار بسیار نازک. با گرمای بسیار سخت و متمرکز تونستم کمی از این، ببینید چقدر کمه، پوسته رو بردارم که فکر کنم پوستش باید 9.5 باشه ولی خودش 10، خودش سختیش 10. خواستم یه تستی رو براتون نشون بدم از، ببینید شهاب سنگ، کاملا شهاب سنگ و تا 2% حالا کربونادوها جذبشون کمه، دارن ولی کم جذب داره و به خاطر حالتش اینجوری مثلا خیلی هم سخت میشه که چگالی خوب ازش گرفت. یعنی تا مثلا 3 به زور مثلا ازش میشه گرفت، چون خلخورهایی که ایجاد میشه نمیذاره اون چگالی اصلی پدیدار بشه، ولی سختیش معلومه. با تشکر از شما خواستم لذت ببرید. این برای فروشه، حالا دیگه میخوایم بفروشیم و وزنش هم این بزرگترین، نمیدونم گفتم اولش یا نه، یادم رفت، 4635 گیراته و بزرگترین کربونادوی جهان 3167 گیراته و به زیبایی این هم نیست. این اصلا تراش نمیخواد، این فقط یه دونه جلا میخواد. خیلی زیبا، خیلی عالی. تقدیم نگاه های زیبای شما.